چنده؟ ما قطعی جوران بودیم 6 تایی بودیم حاضر من همه کاربار خونه را خودم میکنم همش هم میکنم حاضر من تمام خیلی بینده؟ خاطی نمو تای سندور تای اگر نمیزن اومد اما چند وقت شده بفهمی را نگی عذاب میکشی مانده شدی؟ نه وایجا چی دارم تاکی استم سیاه بودت بخره بگو واسه جواب تابتن با اتاب سندوره لیون انرژی خوای نو برای کاربار خونه را سری وقت بود کردم این نبوشه یک تلیون موتای کاربار خونه گنده وز میده یا دانه دیگه مونده خود میخرمش کاربار خونه خود مونده همه مگزنو دا میفشم برای با خلقه مونده کار مونده گلدخترکای خوشروم چه خیلی که اختان دیده استین اینا خیلی اشتای ما درباره کارم گپ نزده استم باور کنین برای که سیامکم هم بسیار بود که وقت هم نیافتم که کارم پیش برم برای همین میخوایم که در سال 2025 در مدت 6 ماه یا که 1 سال ماکسیمم زایسته خیلی شما میلیونر بشین پس با دقت سخنهای ما رو گوش کنین اگر فبلی دروغ میبود نمیخواشه خلاصه رو برورین جهانی نمیشید طولی 26 سال زیاده نه علاقه 27 28 سال شید کار فعالیت نمیکرد محصولاتش همش حلال سرتیفیکات قطعی قریب 99% زنهای تاجیکی ما کار میکنن زنهای دیگر ملت هم کار میکنن برای همین خوش رو فکر کنین کاری مجبوری نیستی وقتی که رجیستر شدیم بعد میگن کاش که اپا بر وقتتر ما در این کار آبونه میشدیم برای همین گلدخترکای خوشروی ما فرق نداره شما در کدام دولت قرار دارین سن سالتان ای 14 تا 100 ساله بهترین نستونیک من نمره تلفن واتساپ شم میمونم بگین که ما میخوایم که رجیستر بشیم ای نامی اپای صافی بانو به پول رجیستر میشه انشالله شما را تا قله های بلند تا دایرکتور شویره بردن میرساند داداش این شاگرد بی کلینت چه کلمه قطعا کلینت مجبوری سرش پس میکنه لیلک او کلینت بگریزه پاش محکم میقپه کلینت اکی نگریزه اکی امروز کاروی داداش دیده امو رفتاره داداش کردیسته ما بچه مون از سرش پس کردیم با چی روی پس کردگی با پس میکنی ای مستر کرشمه یک کس نیست سریخته پس کنه بچه ما شروع شد بسه محمد جان بچه جان هیچ جون میان از کی داره از کی Tea's gone cold, I'm wondering why. Got out of bed at all. The morning rain clouds. دوستانی عزیز اینجا ما در شهر حصار محفل داریم اومدیم همراه همکسبا همکارا
هنرمندان این محفل اپای حیاتای فیروزه بانو باز استاد سهرابی محمود بودن، هم پیشه من همراه من خسرو گلوف هستند. بسیار امین تویایی که از شهر بیرونن زیاد دوست میدارم و من پسند است. یک فضایش عجایب است، مردم صمیمی اند، مردم مناسبت خوب دارند، مهر و محبتشان اندازه ندارد. حتی یکی از مهمانان این بزم و ما کنوی روان کردن داخلش چی میگن اکو خیلی چی نگمون مهربانی کردن. از این چیز بسیار خوشمون اومد. حقیقت تیز مهربانی کنید. L'âme en peine, il vit mais par la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout, il la voit partout. امروز ما در شهر ایسار هستیم. محفل بخت در طرف ایسار است. حولیده هوا زور ایده خیلی سلطون شد. خیرت که ما سخن میکنیم با برگشت خانه میداریم. آفرین اپای حیاتا رو، آفرین موزیکان تا تکنیکی برندن.